مهربان و مظلومی که قرنهاست توسط دشمنان و منافقان کوردلان مورد تعرض و اهانت قرار میگیره. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که متاسفانه امروزه شاهدیم که انسانهای فاجر و فاسق و خبیث و منافق صفتی که به آنها میدان داده میشه و با کمال وقاحت و بیشرمی میان به ساحت مبارک این بانوی بزرگ که مادر همه مؤمنان هست و بانوی اسلام و همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به ساحت ایشان توهین و ناسزا و تهمت میزنند. چقدر فاسق و فاجر و خبیث و نانجیب هست شیعه بیاد به مادر همه مؤمنان به نص آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهات، زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان هستند. همه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم امهات مؤمنین هستند. از بین همه انسانها بیاد به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و تهمت و اهانت بکنه، طعن در عرض رسول الله صلی الله علیه و سلم. شیعه چقدر خبیثه. این بانوی بزرگ، کسی که الله متعال از بالای عرشش 18 آیه رو در قرآن نازل کرد در براءت و پاکیش، کسی که الله متعال خودش اومد ازش دفاع کرد، این الله یدافع عن الذین آمنوا، الله مدافعش است از عرضش از شرفش، الله متعال اومد دفاع کرد وارد شد. کسی که جبریل اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلام الله را از بالای عرشش به پیشگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم عرضه کرد خدمت پیامبر گرامی که الله متعال به عایشه سلام میرساند. علنا داری به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنی، این آیه رو چه کارش میکنی؟ این آیه شامل حال توی مداحی که داری به ناموس و عرض و شرف رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ببین آیه چقدر شدیده. کسانی که تهمت میزنن به عرض و شرف زنهای مؤمنی که خودشون خبر ندارن، بی خبر هستن، در غیاب اونها زنهای پاک دامن، المحصنات پاک دامن، الغافلات المؤمنات، زنهای مؤمنی که پاک دامن هستن، در غفلت و در غیاب اونها به اونها تهمت میزنن. لعنوا فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت لعنوا لعنت شده اند، اینا ملعون هستند، ملعون هستند. کسی که به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرض بکنه و تهمت بزنه به عرض و شرف رسول الله صلی الله علیه و سلم ملعونه. لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم، عذاب دردناکی دارن اینها عذاب دردناکی دارن. الله داره میفرماید یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. روز قیامت زبانشون، دستشون، پاشون بر علیه اینها گواهی میده. اون زبان خبیثی که داره ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مورد تعرض و اهانت و تهمت قرار میده و روز قیامت عذاب دردناکی داره. تو مسلمان هستی؟ تو خودت مسلمان میدونی؟ این آیه را بخون. توی مداحی که داری توهین میگین آیه را بخون. رسول الله صلی الله علیه و سلم کدومشه؟ نعوذ بالله. الخبیثات للخبیثین، زنهای خبیث مال مردان خبیثه، مردان خبیث مال زنهای خبیث هستن. طیبات للطیبین، زنهای پاک مال مردان پاک، پاکتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی در این دنیا هست؟ و طیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. این آیه را بخون و بدونی در کدام لجنزاری خار گرفتار، چه خودت مورد چه عذابی در و چه لعنتی قرار